متفکرین غربی و اروپایی ها هم بعضی هاشون به این نتیجه رسیدن که باید یک حد فاصلی بین دو جنس مخالف باشد، وگرنه جامعه میسوزد. ریشه اخلاق، ریشه عفت، ریشه شرم و حیا، ریشه دین، ریشه ارزش ها اگر که بین دو جنس مخالف اون حدی که خدا گذاشته و اسمش گذاشته حجاب برداشته بشه که نیاز هست، وگرنه خدا اون حد رو نمیگذاشت، اگر این حد برداشته بشه که هر طوری دوست دارن به هم برسن و همدیگر رو ببینن و همدیگر رو تماشا بکنن، کار به جای باریک کشونده میشه. تازه دو تا حد هست، یکی حجاب هست، این خوب دقت بکنید، یکی حجاب هست که پوشش زن و مرد کامل باشه. وقتی میگیم حجاب، نه این که زن تنها خودشو بپوشونه، بلکه مردم باید خودشو بپوشونه. ما خیلی جوانا میبینیم که پرورش اندام میرن، اندامشون ماهیچه هاشون ورزیده میشه، خیلی تک‌پوش های فشرده، کمربند های فشرده، وقتی راه میرن اندامشون خیلی ماهیچه هاشون بارز میشه. خب این خودش دوباره وقتی که دقت بکنید تو نگرش هاشون که اینطوری خودشونو لباس میپوشن، وقتی میان تو بازار، وقتی میان تو خیابان، وقتی میان تو دانشگاه، وقتی میان تو معابر عمومی، میخوان که اندامشون نشون بدن که از این کانال دختری رو شیفته بدن ها ورزیده و پیچیده خودشون بکنن، اون اندام شیکشون. این هم حجاب اسلامیش رعایت نکرده. اندام ورزیده برای گستردن دامی، برای نابودی عفت خواهری یا جامعه و زیر سال بردن عفت جامعه، نه. اون بدن و ماهیچه ورزیده اگر واقعا راست میگه برای جهاد هست، برای مبارزه هست. المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف. مؤمن قوی در هر چیزی محبوب تر نزد خداوند. مؤمن قوی از نظر مال، اقتصاد، که خصلت ابوبکر و ام المؤمنین و خدیجه و عبدالرحمن ابن عوف و امثالهم داشته باشه، که بتونه با اقتصادش جامعه رو قوی بکنه، فرهنگ رو قوی بکنه، اخلاق و تقوا و عفت رو تقویت بکنه. و اونی که قوی است از نظر نفوذ اجتماعی، متنفذ در جامعه، و اونی که قوی است از نظر بدن، و اونی است که قوی است از نظر فکر، اندیشه، طرح عالی بده، اونی که از نظر بیان و خطابت قوی است. چه بسا یک بیان معجزه آسا باشه و جامعه رو از این رو به اون رو بکنه. پس حجاب برای هر دوتا باید رعایت بکنن تا دو طرف در فتنه نیفتن. چون خداوند در قرآن میفرمایند قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. دنبالش میگه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. به مردم میگه چشمتون رو بندازید پایین اگه احساس فتنه کردید که طرف مقابل تو رو تحریک میکنه، مبتذل پوشیده یا کامل پوشیده، حرکتش مبتذلانه هست. دو تا قضیه تو حجاب هست، تو حد فاصل. هم باید لباس کامل باشه و هم باید حد دوم و فاصله دوم. حالا به صرف این که فلان خواهر و فلان برادر حجابشون کامله، لباسشون کامله، این یک حد فاصل. باز پیامبر گفته با لباس کامل اگر یک زن و یک مرد دو جنس مخالف با هم خلوت کردن، باز نفر سومشون شیطانه. یعنی این به این معنا نیست که چون حجابش کامله دیگه خلوت صورت بگیره. باز یه حد دیگه هست. زن با تنهایی مسافرت بکنه، بره تو بازار خلوت بکنه با یه مرد نامحرم، همش حد فاصل هایی است که اسلام برای حفظ سرمایه های جامعه اسلامی که
جامعه اسلامی نیاز به این سرمایه ها داره. قرار داده، بی خود و بی جهت قرار نداده. حالا تو آزاد بگردان که هر طوری دلشون خواست به هم برسن، چی میشه؟ دیگه میشه کنترل کرد جامعه؟